سرخط رویدادهاست تقدیم از رادیو آزادی و من شهلا گلخواجه همراه شما. سلام بینندگان عزیز، امروز 26 ینور از احتمال آسان‌تر شدن روند دریافت پتنت کار در روسیه میگوییم. گفتگوی مقامات تاجیکستان و قزاقستان عاید واردات بنزین و گاز، بازداشت یک مهاجر تاجیک برای لطوکوب پسرش، سرما زدن لیموها در ولایت ختلان. خبرهای دیگر نیز هست. سفارت آمریکا در تاجیکستان برای پستگاه‌های در راه تشکیل شده کمک تکنیکی رسانده است. دیدبانگاه‌های ایلوگی موقتی با هدف تامین بخطری و امنیت رانندگان در فصل زمستان و رسانیدن یاری‌های فوری در راه‌های ماشینگری دوشنبه عین خوجند از حساب کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تأسیس یافتند. کمک سفارت آمریکا از 5 عدد رادیوستانسه برای ماشین‌ها و دیگر ابزار مخابراتی عبارت بوده است. نجات بخشان پستگاه‌های ایلوگی در صورت رخ دادن یگان حادثه فوراً به آنجا حاضر می شوند و برای رفع پیامدهای آن یاری می رسانند. احتمالاً به همین زودی ها طریق خدمات شناسنامه‌دهی و ویزادهی وزارت کارهای داخلی روسیه نیز برای مهاجران دریافت پتنت امکان پذیر می شود. دومای دولتی روسیه طرح قانونی را قبول کرد که شرایط را به این خدمات برای به رسمیت درآوردن پتنت و اجازه اقامت موقتی فراهم می کند. در عین زمان پیشنهاد شده است که خدمات به گرفتن ایزی انگشت و قبول درخواست‌ها برای ثبت نام در جای استقامت جلب گردد. فعلا یگانه جایی که در شهر و ولایت مسکو به مهاجران پتنت می‌دهد مرکز ساخرو است. از این سبب نوبت در آن دائم زیاد می‌باشد. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است که اکثر آنها طریق پتنت کار می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند پتنت یک نوع فشار به مهاجران کاری می‌باشد، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز می‌سپارند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید ساکنان دهه چگم ناحیه شمس‌الدین شاهین از استعمال از حد زیاد روغن زرد در قروتاب دل به حضور شدند. قبلا گفته شده بود که 48 تن از ساکنان این دهه از استعمال قروتاب زهرآلود گردیدند. حادثه روز سه‌شنبه 24 ینور اتفاق افتاد. وزارت تندرستی روز 26 ینور با نشر خبرنامه گفت نتیجه آزمایش‌ها نشان داد که این ساکنان به یگان حالت زهرآلود شوی مبتلا نشده. تنها استعمال از حد زیاد روغن زرد در قروتاب باعث دل به حضوری آنها گردیده است. حال حاضر وضع سلامتی همه این ساکنان که در بیمارخانه سیریاتی شهر کولوب و جماعت دهاتی چگم بستری بودند معتدل ارزیابی می شود. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. 24 ینور در استانا سفیر تاجیکستان در قزاقستان با وزیر انرژتیک آن کشور همکاری‌های دوجانبه را در مسائل آب و انرژی بررسی کردند. در این دیدار طرف‌ها از جمله واردات نفت و گاز قزاقستان به تاجیکستان را مطرح نمودند. تاجیکستان محصولات نفتی خود را اساساً در شکل بنزین و سلیارکا از روسیه و قزاقستان می‌خرد. گرانی نرخ مواد سوخت در نقطه‌های فروش سودجواری تاجیکستان پیوسته مورد انتقاد و نگرانی‌ها قرار می‌گیرد. در گذشته بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده گفته بود تا زمانی که در تجارت سودجواری رقابت سالم به میان نآید و بازار از مونوپول رها نگردد، مشکل گرانی قیمت مواد سوخت حل نخواهد شد. شفقت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان با یک فرمان و با هدف صرفه‌جویی از بودجه تعداد کارمندان دولتی را 24% کم کرده است. بر اساس قرار رئیس جمهور که روز 25 ینور صادر شد، تعداد معاونان وزیر و رهبران نهادهای گوناگون دولت تا به 144 نفر کم کرده می‌شوند. و گفته مقامات این کار امکان می‌دهد 703 ماشین و بینای دولتی برای دیگر ضروریات استفاده شوند. در قرار همچنین آمده است که از این راه حکومت سالانه 138 میلیون دلار از بودجه دولت را صرفه‌جویی می‌کند. در ولایت کالینینگراد مقامات حفظی حقوق علیه یک شهروند 33 ساله تاجیکستان برای لطوکوبی پسر نابالغش 2 پرونده جنایی باز کردند. در این باره ریاست وزارت کارهای داخلی کالینینگراد همین هفته خبر داد. با گفته ریاست گمانبر بر روی پسر 12 سالش پولت تلویزیون را هوا داده به او آسیب جسمانی رسانده است. سپس کودک را 20 دفعه با تسمه تنبیه داده و دستش را با قاشق تفسون سوزانده است. نورس از ترس از عشونه دوم خود را به زمین پایان انداخته است و حالا در بیمارستان است. پدرش را دستگیر کردند و به قصداً رسانیدن آسیب به سلامتی متهم نمودند.
барфи шадид дар Тоҷикистон боиси сармо задани бархе аз боғу лимузорҳо шудааст. Корбаре бо ирсоли навор мегӯяд, бо вуҷуди талоши зиёд ва бо курпаҳои ғафс пӯшонидани дарахтони лимӯ дар шаҳри Бохтар наздик ба 1 тонн лимӯ аз сарди вайрон шудааст. Чанде пеш нашрияи Есть Фрут, ки ба таҳлили бозори меваву сабзавот машғул аст, ҳушдор дода буд, ки мумкин аст сармои қаҳратун дарахтони анор ва лимӯ меваҳои дигарро нобуд кунад. Нашрия навишт сардии ҳаво боғдорону соҳибони гармхонаҳоро дар Тоҷикистон ҷиддан нигарон карда, зеро сармо барои гармхонаҳо хатар эҷод карда метавонад боиси кам шудани ҳосил ва боло рафтани нархҳо шавад. дӯстони меҳрубон, ҳоло муруре мекунем ба бозори асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон, ки аз ҷониби Бонки Миллӣ таъин мешавад. имрӯз 26 январ қурби 1000 рубли русӣ бетағйир буда 148 сомонӣ нарх дорад. $1 10 сомониву 28 дирам ва 1 евро бошад 11 сомониву 17 дирам муайян шудааст. бинандагони меҳрубон, хабару гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. хайру хушнуд мекунем.